بریم سراغ یک مقایسه خیلی دقیق‌تر و لایه به لایه بین آمریکا و روسیه از نظر قدرت نظامی، نگاه استراتژیک، کیفیت فناوری لوجستیک، رویه و تجربه رزمی. ارتش آمریکا برای جنگ‌های فرامنطقه‌ای قادر با خاورمیانه، اروپا، آسیا همزمان بجنگه. قدرت هوایی و دریایی قوی و پیشرفته‌ای داره. و در مقابل روسیه تمرکزش بر دفاع از خاک و منطقه نزدیک خودشه، مثل اروپای شرقی، قفقاز و آسیای میانه. و قدرت آتش، مقاومت طولانی، توپخانه سنگین، تانک‌های زیاد، ذخیره انسانی بزرگ داره. همون جنگ فرسایشی مثل اوکراین. آمریکا سلاح‌هایی ساخته با فناوری بالاتر اما گران، تعداد کمتر، مثل تانک آبرامز، موشک کروز تامهاک و F-35. آمریکایی‌ها شبکه‌های گسترده ماهواره‌ای و فرماندهی کنترل بی‌نظیری دارند. برتری در جنگ الکترونیک و سایبری. کیفیت فناوری روسیه نسبتاً در تجهیزات بعضاً قدیمی‌تره اما ساده‌تر و مقاوم‌تر. مثلا از تانک T-72 هنوز دارن استفاده می‌کنن. تأکید روسیه بر موشک‌های بالستیک و هایپرسونیک مثل کینژال و آوانگارد. فای پیشرفته تر از آمریکا رو ساختن مثل S-400، S-500. آمریکا نسبت به روسیه تعداد تانک‌های کمتری داره، حدود 6600، ولی به شدت حفاظت شده و پشتیبانی میشه به وسیله هواپیما و پهپاد. و توانایی جابجایی سریع نیروها به هر منطقه از جهان رو داره، یعنی لوجستیک قوی داره. در مقابل روسیه بیش از 12,000 تانک و هزاران توپخانه قدرتمند داره. قدرت اصلی در جنگ‌های زمینی کلاسیکه، اما مشکل در حمل و نقل و نگهداری تجهیزات داره. اگه تا اینجا همراه من بودید لایک ویدیو رو فراموش نکنید. آمریکا نیروی هوایی پویایی داره، برتری مطلق با تعداد 13,000 هواگرد، ناوگان مدرن نسل پنجم، F-35، F-22، برتری اطلاعاتی با ماهواره و هاواکس، پهپادهای تهاجمی و جاسوسی فوق پیشرفته. در مقابل روسیه حدود 4100 هواگرد داره و از جنگنده‌های مانورپذیرتری بهره میبره، مثل سوخو 35، سوخو 57. پهپادهای این کشور در حال گسترشند، مثل اورینگ و لانسر. آمریکا 11 ناو هواپیمابر هسته‌ای داره. هیچ کشوری به این تعداد هم نزدیک نیست. زیردریایی هسته‌ای پیشرفته‌اش 68 فرونده. میتونه هر نقطه از جهان محاصره دریایی کنه. اما روسیه یک ناو هواپیمابر قدیمی به نام آدمیرال کوزونوتوسوف داره. حدود 58 زیردریایی هسته‌ای مخفی و خطرناک که تهدید اصلی علیه ناوهای آمریکا محسوب میشه و تمرکزش بیشتر در دریای سیاه، بالتیک و قطب شماله. آمریکا حدود 5200 کلاهک فناوری بسیار دقیق و زیردریایی امن و مخفی داره. روسیه حدود 5600 تا 6000 کلاهک داره و بزرگترین زرادخانه جهانه. تأکید روسیه بر موشک‌های قاره‌پیما با سرعت هایپرسونیک برای عبور از سپر موشکی آمریکاست، مثل موشک دیساین. آمریکا توانایی تأمین جنگ در چند جبهه همزمان رو داره. بزرگترین شبکه پایگاه‌های نظامی 800 پایگاه در 70 کشور. صنعت نظامی خصوصی با تولید سریع و پیشرفته‌ای داره. اما روسیه لوجستیک محدود به منطقه اوراسیاست. در جنگ اوکراین مشکلات تأمین مهمات و قطعات کاملا نمایانه، اما توان افزایش سریع تولید توپخانه و موشکو داره. آمریکا توی جنگ سایبری و اطلاعاتی فرماندهی سایبری قوی داره و برتری در فناوری فضایی و ارتباطات GPS جهانی در اختیار داره. در مقابل روسیه عملیات سایبری بسیار تهاجمی داره،
حمله به زیرساخت‌های اروپا و آمریکا در دستور کارشه. روسیه سامانه گلونانس رو جایگزین GPS کرده، استفاده گسترده از جنگ اطلاعات و رسانه‌ای. و اما نتیجه این مقایسه یعنی جنگ بین آمریکا و روسیه چی میشه؟ اگه جنگ جهانی کلاسیک بشه، آمریکا به دلیل نیروی دریایی و هوایی لوجستیک جهانی برتری داره. اگر جنگ زمینی فرسایشی باشه مثل اوکراین، روسیه با توپخانه و نیروهای زمینی سنگین دست بالا رو داره. در حوزه هسته‌ای توازن برقراره. در حوزه فناوری نوین مثل پهپاد، هوش مصنوعی، جنگ الکترونیک آمریکا پیشروه و در دفاع منطقه‌ای روسیه برتری داره به خاطر پدافندهای خیلی قوی S-400 S-500 و نتیجه میگیریم جنگ بین این دو کشور میتونه فاجعه بار و ویران کننده بشه.